گفته و گفته بودن که تو قسمت قبل قراره یه بازی بذارم درباره بازی شبیه سازی که دوتا بود که یکیش همین لباسشویی بود، یکی هم سوپرمارکت رو هنوز نفهمیدم چیزش چیه. خب الان اول بازی که اومدیم دیدیم اوکی بزنیم چون پلی که زدیم وارد همین صفحه میشه. خیلی بازی و تو شبیه سازی باحالیه. من اینکه خودم و سری باز کنید و میگیم مغازه رو ببندید. اینا همه رو چی کنید. شما همین اول اینو میزنید و اینو بچه شما اینا میگه چجوری با چیزش شما چجوری میزنید میاید روی این وسطش. خب یه لحظه من قلمم بیارم. شما رو این میزنید. خب رو این که زدید اینا پاکتشون باز میشه. خب حالا ما دوباره رو دست کلیک میکنیم. دست که کلیک کردیم یه ماشین لباسشویی میاریم خوبش میاد. میاریم ما اینا رو ایوان والا ایوان. حالا میریم دوباره اینو میاریم بچه این خوش کنه. این کارتون کلا با خوش کنین است. دیگه فهمیدم که داره هر یه دونه از اینا این رو از میایم اینجا اوپن فلانی مغازه خود داره پشت درخواست میکنم برکت دشتی اول بینم کیه شورت هم نداشت لباس کسی بیدر میکنم بلده این شورت هم نمیزنی تلکی تاکی تیکو میزنی شو پاتو که زدی 4 3 2 حالا الان نسلیمه سریای بعد خریدیم تیکو دوباره میبریم پاتو محل دوم نکنی الان ما گرفتیمش. خب بچه ها نکنی این پایین زده دو تا سبز اون پر شده اینجا دو تا شدیم اینجا دو تا میز داریم. حالا ما اینو میزنیم میره پایین رو حالا میریم یکی بزنیم اوتو کردیم. خب حالا میریم که بچه من این بازی داشتم یه بار تو بچه هم بودم قبلا این بچه بودن که نه 2 سال پیش. خب اون موقع خب الان ما این لباس شماره اینجا یکی زده میگیریمش کلنگ کنیم دماش پاتو میزنیم. حالا تا اون خانمه بیاد باید که من سمت پیسی اینجا یه پیسی داریم بچه میگه هنوز زنیم پیسی برایشو بزنیم. خب این مردم همین که بکنید آریانه یعنی خب الان پولمون رو داد دشتی رو دادم $5. خب شما میاین اینجا رفت تفریفا بشین که نیست که بریم بخوریم یه روی این کلیک میکنیم. خب امروز یه مشتری داشتیم $5 میایم بیرون میبینیم صبح شده گوشی داریم بچه برای اونایی که جلوتر میان بلد نیستن این بازی دارون میکنن شما رو گوشی که بزنین اینا میان گوشی زیر چیزی نداره بچه بانکی رو برون نکنین اینجا یه قسمتی داره
من کلا قلم رو باز بیارم اینجا روی این روی اینجا بزرگ رو همین کلیک میکنید. خب شما وقتی که کلیک کردید یه صفحه اینطوری میاد. شما جلوتر که بریم میان میگم آشغالی نمیزن یا مثلا ماشینتون خراب میشه، روی این که بزنید این میاد. حالا خیلی باحال جلوتر بزنید اینجا مثلا اینجا باز راه نمایید. اینجا جاروه یه تمیز کنید یا آبون تمیزی. خب حالا جارو بزنیم سریعش. حالا خب اینجا هم که گوشیه دیگه. الان این بازی بچه مود شدهش تو مایکت هست، میگیم این دانلود کنید. شبیه ساز لباسشویی بچه ها، شبیه ساز لباسشویی بزنید نمیاد، بس بزنید شبیه ساز لباسشویی مود شده میاد. واقعا نمیدونم چه دیگه. خب الان یه به بیسین نرسیم. تازه رسیم. خب بچه ها میایم اینجا توی آزمونا آموزین این انواع ماشین لباسشویی داره. $13 خیلی خوبه، با $26 خیلی خوبه. ما $1 یه دونه بخواهیم که مثلا مود شده نریختیم بچه ها. برای بازی دست مود شده پول بی نهایت. حالا ما یه دونه از اینا اینجا برای شما مثلا اینا اینجا نمبر چیه ارتقای خونه رو هنوز نفهمیدم چجوری واسه اینجا جای خونه از بین نبود. توی رنج لندیه تو اما رنج لندیه وانیم 2 از 20 شو رفتیم یا 2 از 20 چیست 2 از 20 بعدم چیزشو رفتیم اسمش چیه نمیدونم. 2 روز دیگه 2 روز بازی کردیم. آره اون 2 دی 2 روز بازی کردیم. 20 روز باز بازی کردیم بچه ها. اینکه بیاین اینجا بچه اون چیزی که من میگم بچه اینو دقت نکنید. خب چیزی چرا توی بعدا میره. حالا اگه نرفت تو کامنت بذارید که بهتون بگم چی میگه. برای حالا ما اینو بذارید کنم بریم بسته همون رسیدن. نوعی چه نوعی هستن. بچه کلی هم دست دارین اینجا 5 تا دست دارین نکنید. اینجا هم ستلاش خالتون رو آرام هست. اوپن رو بزنید. اینو زبدن بزنید. حالا ما کیفی از بباریم باید خوش اومدید. یا علی میدارم این دادا دیگه نیاریم نگوی باید شما این 29 دقیقه این 41 دقیقه کنیم. فرقشون به تمیزیشون نیست. هم تمیزتر میشه مغازتون. اما من میخوام چون که سری جایی دارم رو میدازم بچه من قبل اینو بازی که میکردم دیدم واسه رو بی نهایت بود با پولا گفتم 26 تا همین خوب نوازش 26 تا فقط از همین خوشکن رو گرفتم 2 تا بایستم
باشه همه اینجا خاموش بزنی عدس کنیم بیرون بچه. خب بگوی الان میتیک بچه